مثلا فرض کنید طرف بوداییه، هیچ وقت خواب امام حسین میبینه؟ نه. طرف عاشق امام حسینه، خواب مسیح میبینه؟ نه. در واقع این که بشنوی از خیش و پنداری فلان، با تو اندر خواب گفتستان، میگه خواب عیسی مسیح رو دیدم، خواب محمد رسول الله رو دیدم، پیامبر بر من ظاهر شد، این ندای باطنی رو به من داد. مثلا فرض کن یه چیزی دیدم، اون اومد اینو بهم گفت، بشنوی از خیش و پنداری فلان، با تو اندر خواب گفتستان نهان. چون هر مقامی به کل هستی اضافه بشه، ساختار هستی هولوگرافیک است. هر جزء از هستی اطلاعات کل هستی را در خود دارد. هر مقامی تا کنون پشت سر گذاشته هستی، اکنون در شما هست. هستش. من یه مقام دارم، شما یه مقام، ایشون یه مقام، ایشون یک مقام. تا قبل از تولد عیسی مسیح، مقام عیسی مسیح که وجود نداشته، که اون آدم اومد اون تجربه رو پشت سر گذاشت، اون مقام به وجود اومد و به هستی اضافه شد. یه چیزی به هستی اضافه کرد. نه اینکه چون عیسی مسیح بوده، نه اینکه چون محمد رسول الله بود، نه اینکه چون آدم خیلی بزرگ، نه منم هم، شما هم اصلا بقیه همین.